شیخی وارد یک آسیاب گندم شد، دید آسیاب به گردن الاغ بسته شده، الاغ میچرخد و آسیاب کار میکند. به گردن الاغ یک زنگوله آویزان بود که از آسیابان پرسید برای چه به گردن الاغ زنگوله بسته ای؟ آسیابان گفت برای اینکه هر وقت ایستاد بدانم کار نمی کند. شیخ دوباره پرسید خب اگر الاغ ایستاد و سرش را تکان داد چه؟ آسیابان گفت یا شیخ خواهشان این پدر سوخته بازی ها رو به الاغ ما یاد نده. سب کن اینم بذار کنار ناکسه. یه بار دیگه از این چیزای بی ربط تو برنامه‌ت بگی مجبور میشم تحریمت کنم که تو جاده‌های پرپیچ و خم استراتژی و صحرای برهوت تاکتیک ول بشی تا یه خود درد مقام عظما رو حس بکنی. بی خودی تو عمامه ایشون اینجوری نوک نزنی. ناکس قربون زبونت آی دکتر، خوب چیزی گفتی. تحریم از وقتی نظام الهیمون چند شرکت آمریکایی رو تحریم کرد قیمت دلار افت کرده و رسیده به همون 7 تومن 40 سال پیش. توی آمریکا اجناس جیره بندی و کپنی شده و گرونی و بیکاری بیداد میکنه. حاکمیتش رو تو معرض سقوطه. نظام الهی ما با این همه مهربانی که کلی خرج و مخارج لبنان و سوریه و این طرف و اون طرف از دهن ملت میگیره و میده، اونها چطوری دلش اومده که این بلا رو سر امت آمریکا بیاره؟ آیه دکتر من فکر کنم دیگه یه جوری شده که روشن به شام نیستی، یعنی خفه کردی برای خودت اساسی. آقای دکتر نه این خبرها نیست. نه آقای دکتر من اینقدر مشنگ نیستم. اینا رو از نامه بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس نظام خوندم. آقای سب کن میرم ناکس. این ضربه رو نزدم برای روشن کردن، زدم برای تنبیه. آقای دکتر چرا شونه این مفت گیر آوردی؟ مشنگ بازی مال بروجردی، ضربهشو من بخورم؟ روزی 3 کیلو قصه میخوریم، 100 گرمش هم مال خودمون نیست. آقای دکتر به همین خاطر زدمت که حرفای اون مشنگو داری میخونی. ناکس مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن یه روزی خر گفت علف آبیه، آهو گفت نه خیر سبزه. بحثشون بالا گرفت، رفتم پیش شیر سلطان جنگل که قضاوت بکنه. شیر گفت آهو رو ببرید زندانی کنی. آهو گفت مگه علف سبز نیست؟ شیر گفت چرا سبزه، ولی علت زندانی کردن تو اینه که داری با خر بحث میکنی. آقای دکتر به رغم تحریم آمریکا توسط نظام نباید بذاریم تو سر برجام بخوره. شاید اگه یه مقدار دیگه بریم جلو به یه نتیجه برسه. آقای دکتر کی هنوز روشن نشده که هر چه میریم جلو افتضاحش بیشتر بالا میاد. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که 4 تا مشنگ میخواستن یخچال رو ببرن طبقه 6، هن و هن کنان رسیدم به طبقه 5. یکیشون گفت برم ببینم چند طبقه دیگه مونده. اومد گفتش که یه خبر خوش یه خبر بد. خبر خوش اینه که یه طبقه بیشتر نمونده. خبر بد این که ساختمون اشتباهی اومدیم. روشن شد یا هنوزم میخوای با برجام بری جلوخت دیگه؟ این حرفای هپروتی رو بذار کنار، درست حسابی 2 بار دیگه انتخابات ها. حالیت هست یا نه؟ ما رو بگو که فکر میکردیم بدبختی اصلیمون اقتصاده، فهمیدیم که از این گریه دارتر هم هست. آیه بله مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو گفت پیاز تنها خوردنیه که اشک آدم رو در میاره. تا اینو گفت رفیقش با نارگیل محکم زد تو سرش، اونم قشنگ شیرفهم شد و به اشتباه خودش پی برد. آقای دکتر ولی مقام عظمای ولایت تو پیام نوروزی روزه جانگداز اقتصاد مقاومتی رو خوندن. اقتصاد مقاومتی رو که هر سال میگه هر سالم بدتر میشه. ویراژ عظماست که راهنمای اقتصادی میزنه ولی مجبوره بپیچه تو انتخابات. این حرفا رو برای شیرمالی سر بسیجه زده. تو چرا خام شدی؟ ناکس مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که پسر خسیسه گفت بابا پول بده برم عینک طبی بخرم، چشام نمیبینه. خسیسه گفت نمیخواد پسرم، این دنیا ارزش دیدن نداره. روشن شد یا چه بذارم بری دنبال عینک. آیه دکتر از همه این بحثا که بگذریم نمیشه یه کاری کرد که مقام عظما اینقدر از انتخابات نترسه؟ 4 سال یه بار همه التزام قلبی خودشونو بیان به ولی فقیه نشون بدن. نه خیر نمیشه. هر دور تو انتخابات یه بلایی سرش میاد که حالا جاش خوب بشه نیست. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله،
میفهمودن که به مشنگه گفتم پارسال روز پدر برای بابا چه کار کردی؟ گفت بردمش کوه. گفتم خب امسال چه کار میکنی؟ گفت هیچی، میرم میارمش. روشن شد. آیا تو خیلی روشن میکنی؟ خاموش روشن میسوزه بابا داستان. آیا دکتر وسط این سردرگمی مقام عظما و تو کوه و بیابون و اینا این صادق لاریجانی و رحیم صفوی جفت لگد رفتن تو شکم حاجی روحانی. مقام عظما که بدبخت نمیتونه چیزی بگه، شما یه آرامش بخشی بکنین. آخه باید این شعورش رو داشته باشن که بفهمن چی میگم تا آرامش بخشی بکنم. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله میفهمودن که تزریقات چیه. به مشنگه گفت بخوام آمپولتو بزنم. مشنگه گفت با این همه استرس که خوابم نمیبره. روشن شد. یه آرامش بخش واسه تو سفارش بدم. آیا دکتر در پایان به جای سوال آستین بالا میزنم که نظام رو از ورطه هلاک نجات بدم. ای مقامات نظام که حالیتون نیست نظام از این سگ دعوای شما چی میکشه؟ صادق ریزه، حاجی روحانی، آقا محمود، رحیم صفوی، احمد خاتمی و بقیه که اینطوری پاچه همدیگه رو میگیرین. 2 ماه دیگه انتخابات ها، حالیتون هست یا نه؟ درسته که تحریم فکمون پیاده کرده، تو سوریه خورده تو سرمون، سپاه داره میره تو لیز، اقتصاد مقاومتی کشکم حساب نمیکنن، داستانه براندازی اینم که نمیتونن واردش بشن. ولی شما همه پشت سر مقام عظما ولایت دست به دست هم بدین، یک سد محکم درست کنین. شک دارم ولی شاید بشه یه کاری کرد. ناکس اگه با حرفای هپروتی درست میشد که عظما خودش 7 خط روزگاره که مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن افسره جلوی مشنگ هپروتی رو گرفت. گفت چرا خیابونی یه طرفه اومدی؟ مشنگه گفتش که ماهی ها وقتی بالغ میشن که خلاف مسیر آب شنا کنن. افسره گفت خیلی زیبا بود اما الان تو دهن کوسه ای. بعدم حال یارو رو همچین گرفت کرد تو شیشه که دیگه از این غلطا نکنه. دکتر شما اینجا حال مقام عظما و منو با هم دیگه گرفتین. این دیگه قابل تحمل نیست. من تازه داشتم مشکلات نظام رو حل می‌کردم. مشکلات نظام شما که استراتژیست نظام هستید انتخابات مشکلات نظام رو هم می‌زنید.